این نمایشگاه قرآن کریم از سوی شماری از ناشران در بلخ به همکاری اداره اطلاعات و فرهنگ این ولایت در شهر مزار شریف راه اندازی شده است. برگزار کنندگان هدف از راه اندازی این نمایشگاه را آشنایی بیشتر مردم با قرآن کریم و آموزه‌های دینی عنوان می‌کنند و می‌گویند که نزدیک به 2000 جلد قرآن کریم و کتاب‌های دینی در اینجا به نمایش گذاشته شده است. شماری از عالمان دین و ناشران در ولایت بلخ با آنکه فعالیت‌های قرآنی را در میان مردم کمرنگ می‌دانند، بر رشد این فعالیت‌ها تاکید می‌کنند. این عالمان دین زندگی با قرآن را این گونه توصیف می‌کنند: فعلا فعالیت‌های قرآنی بسیار کم است. با امید از اینکه الله جل جلاله زمینه محبت مردم را با قرآن کریم و زمینه ارتباط مردم را با قرآن کریم خوبتر فراهم بکنه و حالی که الحمدلله ما در یک فضای بسیار امن و امان قرار داریم که انسان هر قدر با قرآن بخواد ارتباط برقرار بکنه، کدام ممانعت و کدام توطئه بر علیه از اون نمیشه. در این زمان در همچین شرایط واقعا فعالیت دینی مردم بسیار کم است. با امید از اینکه الله جل جلاله مردم ما را بیدار بسازه، مردم ما را هوشیار بسازه تا بتانن ارتباط خوب با قرآن و با دین داشته باشن و فعالیت‌های خوب انجام بدن. به همین طریقه زندگی قرآن نبی کریم صلی الله علیه و سلم خود برابر کرده بودند و امت خود به طرف این زندگی دعوت دادند و صحابه کرام زندگی قرآنی را در زندگی خود آوردند. زندگی قرآنی، زندگی دینی، یعنی او زندگی که ما هم برای خود مفید باشیم، هم به جامعه خود مفید باشیم و هم با تمامی موجوداتی که ما با او برمیخوریم و سر و کار می داشته باشیم با او مفید باشیم، خیر خدا برسانیم. بهترین انسان ها کسی از مفهوم حدیث شریف است که نفع از او فایده از او به انسان ها میرسه، به هم نوعانش میرسه. به این خاطر ما و شما من حیث یک مسلمان کوشش کنیم که همیشه زندگی خود در پرتو قرآن و حدیث و زندگی زیبا، سیرت زیبای پیامبر محبوب و نازنین ما و شما محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم برابر بکنیم. با این حال رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ میگوید برگزاری این نمایشگاه با استقبال شهروندان روبرو شده است. ذبیح الله نورانی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ تاکید دارد که مطالعه قرآن کریم می تواند سازنده زندگی بهتر برای مسلمانان باشد. خلکو ګډون په دې مراسمو کې په ډېره لویه کچه او د قرآن کریم ډېر مهم دی د مسلمانانو لپاره. همدغه قرآن کریم دی چې زموږ ژوند جوړوي. موږ که غواړو چې ښه ژوند ولرو، تعلیم ولرو، د ټول تعلیم او د ژوند سرچینه همدغه قرآن کریم ده. او الله تعالی د خلکو د هدایت لپاره، د خلکو د لارښوونې لپاره، د خلکو د ژوند لپاره همدغه قرآن کریم را لېږلی دی تر څو د همدې قرآن کریم په رڼا کې خلک آرام، سوکاله او تعلیم یافته ژوند ولري. از سوی هم شمار از باشندگان ولایت بلخ که برای بازدید از این نمایشگاه آمده‌اند، راه اندازی چنین برنامه‌ها را در بخش آگاهی جوانان از معارف اسلامی و آشنایی با قرآن کریم اثرگذار می‌دانند و بر گسترش برنامه‌های اینچنینی تاکید دارند. الحمدلله مردم ما مسلمان است و خصوصا در این ماه مبارک رمضان خیلی تأثیری بسزای داره. این نمایشگاه ها در هر ما باید این نمایشگاه دایر شود، چون در ماه رمضان خیلی تأثیر زیاد داره که مردم ما مردم مسلمان و عقیده‌ای است. خیلی تأثیری داره، تقریبا گفتم میدونم که 100% تأثیری خوبی داره و مردم ما از این نمایشگاه با میتونن استفاده کنند. این نمایشگاه برای 3 روز در شهر مزار شریف بر روی عموم شهروندان باز بوده و همه می توانند از آن بازدید و کتاب خریداری نمایند.